السلام علیکم یار و دوستان محترم هواداره کانال. برای شما یکی از مغازه های ارزانی میوه‌جات در منطقه دویمش است که در داخل بازار است. حتما نرخشون از نرخ دیگرها دیده ارزان تر است. به مناسبت ماه شریف رمضان دوستان من مرحمت می‌کنید. مغازه بابای سلیم از ما گپ زدن با خدا خواهد برای شما ارزانی هست اینجا. من دوستان به شرافتی ماه شریف رمضان تمام نمود میوه‌جات که یک 15 سال پیش این خیلی چیزا رو نمیدیم در این بازارهای مسجد. من دوستان این هم باشد همش به مناسبت ماه شریف رمضان. برادرای در شهر مسافرم به حوزه من دوستان نوک چند شد نوکو؟ نوکو چند شد؟ نوکو کدومش؟ انا مینو نوکای بزه 30 سومون است نوک هر شغل 3 سوم لیمونش 5 سوم انا حتما درآمد در همین داخلی بازار انده است. دکانی بابای سلیم کدام باید حتما ارزانی فراوانی. سیپو چمپله اکا سیپو کریسون از شو کیلو پاسخا 10 سومون انا 10 سومونه 3 کیلو همین زرتو پیتا انا چمپله انا کیلو 18 سومون انا فون بودم شیرین 18 سومون کیلو همین درام تو سیپو شیشه اون متر خود 2 متر نوک چمپله اکا نوکو نورم 22 هر 20 سومون تو میدم منشان 20 سومون ماندری چمپله نوکی ایران 30 سومون ماندرینم 15 سومون اپلسین دورم 30 سومون همه شای بابا همه این سومون سر گیره 3 کیلو 3 هم گیره دوستان پمدارو بزرگ 30 های 25 سومون نه منش 20 سومون بولدرینگ 20 سومونه همه شای به امر خدا این تو چند شدن که اینو 65 65 باشه 35 سومون در این دکان دست سبکر هم هست. اگر خواهید که در ماه شریف رمضان برای خانواده‌تون برای افطاریاشون میوه اون چیز زکات کنید حتما باز رقم تلفن من در زیر نوار میگذارم حتما زنگ میزنید. دست سبکر هم میشه طریقی کارتا پول میپرته در مسافرت حتما دست سبکر شده هم میگیره دوستان عزیز ما. نه خیلی هر دوستان ویدیو معقول شده باشد فکر اندیشه نیک خود رو میگذارید. من رقم تلفن در زیر همین نوار میگذارم. من دوستان مرحمت به دکانی بابای سلیم.